سلام، من ایمان هستم و اینجا پادکست تیزکاته. قراره که در این پادکست و این کانال درباره توسعه فردی با هم صحبت کنیم و هر آنچه که یک نوجوان نیاز داره رو اینجا بهش اطلاع رسانی کنیم. پس یه چالش از شما، راهکارش با ما، با پادکست تیزکات. سلام، قراره توی این بخش از پادکست تیزکات درباره ترس از آینده صحبت کنیم. اما قبلش باید درباره کلمه خود ترس صحبت کنیم. اجازه بدید یه داستان براتون تعریف کنم. انسان‌های اولیه موقعی که می‌خواستن برن بیرون واسه شکار یه ترس داشتن. ترس از اینکه یه وقت شکار بشن حتی، یا یه موجود غریبه توی قبیله‌شون بیاد که نشناسنش. از این داستان احساس خطر می‌کردن. داستانش هم شنیدید هممون که این وجود داشته توی اون زمان. حالا این ترس از اون زمان همراه این انسانه بوده و تا الان به ارث رسیده به ماها. با اینکه کلی پیشرفت کرده جهان، تکنولوژی اومده، هوش مصنوعی اومده، کلی چیز دیگه، بازم هنوز این ترس توی وجودش هست. اینکه از آینده خودش، از سرنوشت خودش میترسه. یه مثال خیلی ساده بخوام بزنم درباره ترس از آینده با توجه به وضعیت فعلی و چیزی که هست. یه نوجوان رو تصور کنید که داره روزی 8 ساعت درس میخونه واسه اینکه اون دانشگاه مد نظرش قبول بشه، اون رشته که خودش علاقه‌منده، و اونم این ترس رو داره. طبیعی هم هست، یعنی ما انسان ها کلا این ترس توی وجودمونه، همونطور که از قبلش اشاره کردم، و از این میترسه که قبول نشه. یه نگرانی، یه استرس، استراب تو وجودش هست. یا اون پسریه که سن قانونیش رسیده و موقع سربازی رفتنشه و از این داستان استرس داره، ترس داره، اینکه قراره تو اون موقع خدمتش چه اتفاقی براش بیفته، چجوری قراره سپری کنه اون مدت زمان 2 سال رو. حالا کمتر شده جدیدن، یک مصوبه دادن اینا. به هر حال اون ترسه رو داره. حالا سوالی که باید مطرح کنیم اینه که در واقع چرا ما آدما میترسیم، یا اینجوری مطرحش کنیم که چرا ما از آینده میترسیم. همونطور که اول پادکست اشاره کردم بهش، انسان کلن از چیزی که واسهش ناشناخته باشه و مجهول باشه میترسه، استرس داره. یه محیط ناآشنا ورود کنه، یه جایی که تا قبل از اون نبوده، این استرس بهش میده و همون ترس از آینده است دیگه. آینده رو که ما نمیتونیم پیش بینی کنیم و پس در نتیجه ترسشو داریم. شما مثلا یک راننده رو تصور کنید که با ماشین توی هوای مه‌آلود میخواد رانندگی کنه یا داره رانندگی میکنه. این استرس و نگرانی اینو داره که الان من دارم کجا میرم، چه اتفاقاتی واسم میفته اون جلو. امکان داره که مثلا تصادف کنه، از یه بلندی پرچه پایین و کلی داستان دیگه. این جاده، حساب کن جاده این مسیر زندگی ماست، اون راننده هم که خود ماییم و انتهای این جاده میشه آینده ما. تصور کنید میشه اون جایی که قرار ما 5 سال آینده، 10 سال آینده اونجا باشیم و این گرد و غبار، این مه و هر چیز دیگه که جلوی ما رو گرفته و دید ما رو گرفته، فرض کنید مشکلات زندگی ما، اون چالش‌ها هستن. و اینجوریه که این راننده خلاصه از رانندگی کردن استرس داره یا ترس از این داره که این مسیر رو قراره چجوری طی کنه. و خلاصه این استرسه و ترس از آینده واسه همه وجود داره. حالا واسه هر کسی با توجه به دغدغه‌ای که داره اون ترسش هم فرق میکنه. یه هر کسی یه نگرانی داره دیگه، نوجوان، بزرگسال، خانم، آقا، این داستان وجود داره. حالا این ترس از آینده چند وجه میتونه داشته باشه. چند تاشو من الان بهتون میگم. یکی ترس اقتصادی، این که مثلا درآمدش رو به افول بره و نتونه مثلا نیاز روزانه‌ش رو برطرف کنه. این خودش یه ترس دیگه، ترس اقتصادی اسمشه. یه ترس دیگه داریم، ترس از سلامت یا همون سلامتی خودمون، اینکه چند سال آینده من پیری بیاد سراغم یا مثلا دچار یه بیماری بشم. اینا خودش همش یه ترسی توی انسان به وجود میاره. یه نوع ترس دیگه است، ترس از تغییرات شخصی و اجتماعی. مثلا قرار مدرسه تغییر بکنه، قراره واسه اینکه یاد گرفتن یه مهارت از شهرت مهاجرت کنی، یا نه اصلا به خاطر شغلت یا
حالا شرایطی که وجود داره مهاجرت کنی. خلاصه که این ترس ابعاد مختلفی داره و ریشه اصلیش هم ختم میشه به همون ترس از آینده. یعنی الان مواردی که بهش اشاره شد همش از همون ترس از آینده است. حالا سوال بعدی که وجود داره راهکارش چیه؟ یا حداقل چیکار کنیم که این ترس از آینده کمتر بشه؟ چون اگه پادکست‌های قبلی منو دنبال کرده باشید میدونید که چیزایی که بهتون میگم یه بخشیش از تجربه شخصی خودمه، یه بخشش هم مطالعه است و بهتون توی پادکست‌ها هم گفتم هیچ چیز رو نمیشه 100 یقین صفر کرد. میتونیم درصدش رو کمتر کنیم یا اینکه کاهشش بدیم. هیچ چیز رو نمیشه 100 به یقین حذفش کرد. خب اولین و مهمترین نکته‌ای که وجود داره که روی اون ذهنیت و نگرش خودمون کار کنیم. قطعاً یه نگرشی، یه باور ما توی ذهنمون داریم که داریم هر روز باهاش زندگی میکنیم و اونو خلاصه باید حذفش کنیم و بیایم روی زمان حال تمرکز کنیم و کیفیت زندگیمون رو یه سطح و لول ببریم بالاتر. این اولین کاریه. دومین نکته روی یادگیری و آماده سازیمون تمرکز کنیم. حالا یعنی چی؟ یه مثالی هست میگه قبل از اینکه آفتاب سرتو بسوزونه فکر یه کلاه مناسب باش واسه خودت. قبل از اینکه اصلا سیل بیاد قایق خودتو بساز. شنیدیم هممون اینو. شما قبل از اینکه اون بحرانه، اون شرایط سخته بیاد سراغتون و یقتون رو بگیره به اصطلاح، شما خودت برو روی یادگیری خودت تمرکز کن. یه مهارت جدید یاد بگیر. اینجوری ترست هم از آینده کمتره. حداقلش میدونی که یه مهارت تو دستته دیگه. به یه چیزی مسلطی، یه چیزی رو بلد شدی. این باعث میشه ترس و استرست از آینده هم کمتر بشه. پس خودتو آماده کن قبل از اینکه دنیا یقتو بگیره. آره. سومین نکته اینه که واسه خودت یک هدف تعیین کن. یه هدفی که واقع بینانه باشه. واقعی باشه به اصطلاح. یه هدفی واسه خودت انتخاب کن که هر روز صبح به خاطرش بلند شی. یه هدفی که دلیل زندگی کردنت اصلا اون باشه. یه هدفی که داری هر روز به خاطرش تلاش میکنی. وقتی یه هدف اینجوری واسه خودت پیدا کردی، ترس و استرس هم کمتر میشه. حالا توی بخش بعدی از پادکست تیسکا درباره اینکه چجور هدفمون رو پیدا کنیم و هدف گذاری کنیم براتون کامل توضیح میدم که دستتون بیاد و بتونید یه هدف برای خودتون تعیین کنید و توی راستاش حرکت کنید. بازم خیلی ممنونم از اینکه پادکست تیسکات رو انتخاب کردید. سعیم بر این بود که یک نکته یا یک مطلب بهتون اضافه بشه و حتما توی زندگیتون به کار ببرید. آرزوی موفقیت دارم برای خودم، برای شمایی که دارید پادکست رو گوش میدید و انشالله که در یک پله بالاتر ببینمتون و بهتر کنید. ارادت.